شعری که باعث شد اسم بانو سیمین بهبهانی از لیست شاعران معاصر ایران حذف شود. شدم گمراه و سرگردان میان این همه ادیان، میان این تعصب‌ها، میان جنگ مذهب‌ها. یکی افکار زرتشتی، یکی افکار بودایی، یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی. یکی در فکر تورات است، یکی هم هست نصرانی. هزاران دین و مذهب هست در این دنیای انسانی. خدا یکی اما هزاران فکر روحانی. رها کردیم خالق را گرفتاران ادیانی. تعصب چیست در مذهب مگر نه این که انسانی؟ اگر روح خدا در ماست، خدا گر مفرد و تنهاست، ستیز پس برای چی؟ برای خودپرستی ها. من از عقرب نمی ترسم ولی از میش می ترسم. از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. از آن جشنی که اعضای تنم دارند خوشحالم. از اختلاف مغز و دل